سلام خدمت همه دوستان عزیزم و دنبال کنندگان کانال ایزی اکسس. ماکان هستم. امروز با شما این با پنل ساز ایزی ریل. خب برای شروع ما قراره توی سایت ریلوی یه اکانت بسازیم. هیچ کاری هم نداره. شما میخواید تو این آموزش یاد بگیرید که هر پنلی که تمام این فروشنده ها میسازن رو برای خودتون بسازید بدون دردسر وصل بشید. من اومدم واسهتون این کار ساده کردم. شما باید میرفتید سورس دانلود میکردید، توی سایت ثبت نام میکردید و نمیدونم آپلود میکردین و تست میگرفتین و دیتابیس میساختین و همه این تسکا رو اومدم واسهتون اتوماتیک کردم. شما تنها چیزی که لازم دارید ربات رو باز میکنید، یه API الان از سایت با هم دیگه میگیریم، به ربات میدید و هر وقت خواستید به هر تعدادی خواستید میتونید پنل بسازید. فقط یه نکته رو بهتون بگم، جوری که دوستان گفتن، من خودم تست نکردم اینو، محدودیت 100 گیگابایت داره و هر اکانت 1 ماه هست. یعنی ماهی یه بار بعد شما سایت رو باز کنید یه اکانت بسازید و ساخت اکانتش هم به همین سادگیه. سایت ریلوی رو باز میکنیم. حالا من فکر کنم چون از قبل اکانتم توش سینکه، اینو بذاریم روی، حتما یه VPN بزنید قبل ورود. اوکی. بله من فکر کنم چون از قبل لاگین کردم داخل این سایت، باید اینو لاگ اوت کنم. بله اینجا لاگ اوت میکنم. دکمه ساینین وقتی سایت باز شد اینجا یه دکمه ساینین هست. دکمه ساینین رو میزنید. این اولی اگه گیتاب دارید میتونید بزنید، اگه ندارید این پایینی رو هنوز میتونید بزنید. پایینی رو میزنید، میگه ایمیلتون رو بزنید. باز اینجا نوشته با گوگل میتونید برید، دوست داشتید با گوگل میتونید برید. من الان دارم راحت ترین راهش رو میگم که راحت هر ماه بتونید بسازید. میگه اینجا یه دونه ایمیل به من بده. اوکی، میایم مثل قدیم دوباره اتمیک میل رو باز میکنیم، یه دونه اکانت میسازیم با این دکمه. دوباره من اینجا لاگین هستم، اینو لاگ اوت میکنم. اینجا میگه یه اسم بده، اسمشو مثلا میدم ایزی اکسس 123. بزنم میذاره ساین اپ رو بعد اینجا بزنیم. اوکی. میگه اس چی بهش میدیم، میزنم مثلا اسقر بیمغز. ایمیل هم دوباره بهش میدیم چی، اسقر بیمغز. اوکی. میگه یه پسورد بده، یه پسورد هم بهش میدیم. پسورد هم میذاریم ماکان ادسان 1234 ماکان ادسان 1234. اوکی. اینا رو هم این دکمه رو هم میزنیم. اینا هم دوست داشتید سیو کنید، دوست نداشتید مهم نیست. میگه یه دونه کاراکترایی که با اون یکی مچه رو بذارید جلوش. اوکی. خب پرنده سگ اینم فکر کنم بعد اینجا بشه. خب این نبود. مثل چیزایی که تو پرواز میکنن رو بزنیم. این سه تا پرواز میکنن انشالله. اگه یه ندارم اینا هم پرواز میکنن ماشاءالله. کپچه ها دیگه بکنم ربات ها دیگه فقط میتونن کپچه ها رو حل کنن دیگه، ما انسان ها نمیتونیم. خب اینجا ایمیل ما ساخته شد، کپیش میکنیم، میایم اینجا ایمیل رو زدیم، اینجا لاگین رو میزنیم، کانتینیو. میگه ایمیلتون رو چک کنید. اینجا ایمیل باید بیاد الان. اومد. کد بهمون داده 425134. کپی پیست. منتظر میمونیم. اوکی. و باز هم منتظر میمونیم. اومد. اینجا یه دکمه میاد باید تا طبیعت پایین بزنینش. میگه باش ماینینگ و این چرت و پرتا رو انجام ندید، ما کارمون مثلا وی پی ان کاری با این نداریم. بله اینجا بهمون تریالمون رو بهمون داد. میزنیم رو این. میگه میخواید تریال. حالا زیاد احتیاجی هم به این نداریم. ما فقط یه API الان میخوایم. میایم توی بخش جنرال. اینجا هم نیست. APIش کجا میزنم. البته میتونید خیلی راحت بیاید داخل ربات آدرسش رو واسهتون گذاشتم توی پست آخری هم که الان ویدیو رو میذارم توی کانال و پینش میکنم. آیدیش اونجا هست، آیدی ربات. میزنیم روش، استارتش میکنیم. میاد اینجا میگیم مدیریت API میزنیم، افزودن توکن رو میزنیم. اینجا آدرس خودش بهمون میده. شما فقط کافیه روی آدرس کپی کنید، بیاید تو مرورگرتون پیستش کنید، صفحش باز میشه.
اینجا میگه API رو بزنید، مثلا من اسمشو میزنم دوباره اصغر. کاری با این نداریم. اینو باید نو ورک اسپیس حتما باشه، اینو تغییرش ندید. کرییت رو میزنیم. اوکی، API برای ما ساخته شون API من. دیگه کاری کلا با این قسمت نداریم، همه کارمون با ربات. میایم داخل ربات، این توکنی که بهمون داده رو پیست میکنیم. ببینید اد شد. میگه یه اس واسش بذار که بعدا خواستی امتحان کنی، خواستی پنلاتو نمیدونم آپدیت کنی یا هر بلای خواستی سرش بیاری بدونی مال کدوم API. من اینو میذارم مثلا API اسمش میذارم اصلا. اوکی، اینجا باز شد. یه بازگشت رو میزنیم. میتونید هر تعداد API هم که خواستید توی این قسمت وارد کنید و با API مختلف مثلا پنل بسازید. مثلا 10 تا اکانت دیگه ساخت اکانتش هم که کاری نداشتید دیگه. 10 تا اکانت بسازید، 1 ترابایت انگار دیتا دارید. اوکی. ساخت پنل رو میزنیم، میگه با کدوم API میخوای، با اسخر میخوام. اینجا یه مش پنل داریم. اول میریم با پنل پاسارگارد شروع میکنیم برای مثال. ولی بذارید اول ما با پنل لوفی شروع کنیم. من این پنل خیلی دوست داشتم. اسم میگه بذارید من اسمشو میذارم مثلا GH. مهم نیست، اصلا دستا بذاری کیبورد یه چیزی بزن. در حال ساخت پنل همه کارش خودش میکنه. میرسه به اینجا میگه آقا چند دقیقه صبر کن. میگیم چشم. تو این چند دقیقه میتونیم بهتون بگم که واقعا دیگه اکانت ساختن تو این سایت کاری نداشت. الانم پنل لوفی رو تست میگیریم. ببینید گفته بودن دوستان که مثلا ریلوی روی همراه اول مشکل داره. شما الان بهتون یاد میدم آی پی تمیزاشو گیر میارید، تست میگیرید و کاراتون رو میکنید خیلی راحت. اوکی، پنل ما هم آماده شد. باز کردن پنل رو میزنم، پنل واسم باز میشه. تمام این کارا رو با گوشی هم میتونید انجام بدید. پنل اومد بالا. اینجا ادمین رو میزنید، پسورد رو بهتون میده پنل. دوست داشتید میایید اینجا تو قسمت ستینگ میتونید پسورد عوض کنید. این داشبوردشه. داشبوردش هیچ کار خاصی نداره. شما فقط واسه اینکه بتونید یه کانفیگ خوب بگیرید میاد تو قسمت کلین آی پی. اینجا ریلوی آی پی رو میزنیم. کل آی پی های این پلتفرم ریلوی زبونم گرفت واسه تون اینجا اضافه میشه. اینجا دکمه اد رو میزنیم. البته اد لازم نیست دیگه، فقط اینا رو که گرفتیم میایم توی این باند. دکمه اد اینجا رو میزنیم. میگه اسم بده، اسمشو میدم دوباره اصغر. اینجا مهم نیست. دوست داشتید ترجان بگیرید، دوست نداشتید هم نگیرید، هیچ فرقی نمیکنه. یه سری متد دیگه هم گذاشته، من همون وب سوکت رو میذارم. الان من نتم هم همراه اوله، داریم با اون تست میگیریم. اوکی، اینجا یه ساب بهمون میده، ساب رو کپی میکنیم. حالا میتونید تعداد حج بذارید، تعداد آی پی بذارید، چند نفر وصل بشن و اینا با خودتونه دیگه، توی تنظیماتش هست. میام داخل اپ ویتوره، هر ویتوره‌ای که دوست دارید. ما حالا اپ بومی خودمون استفاده میکنیم. یه دونه گروه میسازم، اسمشو میذارم لوفی. لوفی اضافه شد. اینجا سابو میزنم. بله، ایمپورتو میزنم. منتظر میمونیم تا اضافه شه. کانفیگاش. البته احتمالا کانفیگاش نمیاد، چون باید اول ست کنیم پروکسی رو. ست میکنیم، یه بار دیگه ایمپورت میکنیم. این لینک اولیش با نت همراه اول فیلتره. دلیلی که الان داره گیر میده اینه. بذار تو این یکی اپ بزنیم که اینو رو اون سینک کنیم مثلا چیزا. یا خدا این چقدر بزرگ شد. خب هم یه کنترل وی میزنیم. اینجا خودش ساب درست میشه. حالا داره کاراشو میکنه. اینجا سابسکریپشن گروپ میگه update current subscription with proxy. میگیم با همین پروکسی که داریم اضافه کن. بفرمایید کانفیگا ساخته شد. یعنی برای اینکه بخواید سابسکریپشنتون رو اد کنید حتما حواستون باشه نیاز به وی پی ان هست. البته فقط روی همراه اول، اینطور که دوستان گفتن توی ایرانسل و اینا مشکلی نداره.
خب اینا رو هم یه کنترل A میزنم. من اینجا یه دونه ریلی تست میگیرم. البته اینجا یه باگی داره این اپ ویتوری ما، واسه همون میایم داخل اپ خودم. البته تو اونم یاد بدم دوستان. وقتی به این باگ خوردید شما کافیه فقط یک کلیک راست کنید، بیاید این قسمت ادیت، این آلو اینسکیور آف کنید. این به صورت دیفالت تروه داخل پنل لوفی. اینو آفش کنید حل میشه. الان من دوباره از همین پینگ بگیرم، به هم پینگ میده. نکنید پینگو بهم داد. واسه همون میام اینا رو اینجا اد میکنم، اد تو گروپ. اوکی. الان یه ریلی تست بگیریم ببینیم اینجا بهمون گیر نمیده. سلکتال پینگ بگیریم. بله اینجا اوکی. ببینید که مثلا کدوم آی پی اش سالمن، کدوم آی پی اش مورد دارن، کدوم رو نت من اوکی هن. ببین من هنوز اینو نتمو همراه اول نگه داشتم تا ببینیم چند تا آی پی سالم میده. این آی پی سالمن، میتونید به هر کدوم خواستید وصل بشید تست بگیرید. مثلا من به این وصل شدم. اوکی الان کانکت شدم به این. میام اینجا اینم که ست کردم روی ویتوری، برنامه ویتوری ایزی یه fast.com اسپید تست میگیرم. فکر کنم الان 15-20 مگ بده چون کلا نتم هم همینقدره. 7 مگ 16. آره همون اندازه سرعت نت هم داد دیگه. 19 20 همون چیزی که بهتون گفتم. نت خودم هم همینقدر بود سرعتش. حالا بیشتر هم داد خدا خیرش بده. اوکی این پنل لوفی اینجا هم که میزنه چقدر حجم استفاده شده. میگه من 75 مگ تو همین چند ثانیه 113 مگ حجم استفاده کردم. اوکی از این لاگ‌اوت میکنیم، کاری با این دیگه نداریم. میریم پنل بعدی. منوی اصلی، ساخت پنل، دوباره همین API. ببینید یه لیمیتی که داره اکانت های تریال ریلوی، شما فقط 2 تا پنل میتونید بسازید. یعنی چی؟ یعنی الان من پنل بعدی رو که میسازم بعد از اینکه کاراش تموم شد، خب من باید این پنل رو پاک کنم. یعنی چی؟ من 2 تا پنلمو ساختم الان. الان بهتون توضیح میدم. بذار اول پنل دوم بسازیم. یه دونه پنل دیگه ای هم که باحال بود این بود. اینم میتونید تست کنید. یه دونه یه اسم میدم همینطوری، مهم نیست اصلا. ساخت پنل داره میسازه پنلو. یه پسورد بهمون داد، با همون پسورد وارد میشیم. خب آره این توضیح داشتم میدادم تا این ساخته میشه. حالا اینم بهتون بگم. فقط 2 تا پنل میتونید بسازید با هر اکانت ریلوی. واسه همون مولتی اکانت اصلا اضافه کردم. به خاطر اینکه تریال خب میگه پول بدید تا بتونید از زیر ساختای ما استفاده کنید. حرفشون هم منطقی. شما میتونید همین الان مثلا من یه اکانت دیگه بسازم، API اضافه کنم و 2 تا پنل دیگه بسازم. حالا مثال میام تو منوی اصلی، میام توی پنل های من. اوکی پنل لوفیمو ساختم، استفادهمو مثلا کردم، بعد خوشم نیومد از پنل، میخوام برم یه پنل دیگه. میام اینجا دوباره از اول بهتون نشون بدم. پنل های من اینجا لوفی رو زده، میزنم رو لوفی، حذف کامل از ریلوی رو میزنم. اوکی الان میتونم 2 تا پنل بسازم. خب پنل چیز آماده شد. آخ پسوردشو بروندیم. البته این VPN هم که چون پنل لوفی پاک شد دیگه VPN هم نداریم اینجا. من اینو بیارم روی VPN خودم. اوکی بازگشت. خب ما اینجا گند زدیم، پسورد توی اون بالایی بود پروندیمش. خب میایم چیکار میکنیم؟ یه بار دیگه همین کارو میکنیم. این پنل هم پاک میکنیم. بله پاک کن. اوکی دوباره میایم اینجا یه ساخت پنل، همین پنل سولگ ایکس رو میزنیم. میگه یه اسم بزن، دست اون نوزم روی کیبورد هرچی دوست داشتیم میزنیم. حالا داره پروژه رو میسازه. پروژه رو ساخت، باید منتظر بمونیم تا اینش کامل بشه. این پسورده. اینو میتونید برای خودتون هر جای دوست داشتید سیو کنید که مثلا همچین اتفاقی رخ نده. مثلا توی
سیو مسیج ها سیو کنید، کاری نداره. خب یه سری ارورا حالا تا این ساخته میشه دوستان گفته بودن داخل گروه، من اونا رو هم توضیح خیلی ریز بدم. مثلا ارور داده بودن که سرچش کنیم. بله، مثلا این دوستمون گفته که free plan resource provision limit exceeded. میگه که آقا شما قبلا اکانت ساختی توی ریلوی، استفاده کردی، تریالی نداری، یه اکانت دیگه بساز اگه به این ارور خوردی. اوکی، بذار ببینم دیگه چه ارورایی داریم. یه دونه دیگه هم دیده بودم، تریال. یه همچین اروری اگه داد، ارور your تریال has expired، میگه آقا تریالتون تموم شده، یه اکانت دیگه بسازید. کلا بحثی که به هر ارورای همطوری خوردید مال اینه که اکانتتون رو قبلا ساختید و استفاده کردید. یه ارور دیگه هم که رفعش کنیم فکر کنم آخری باشه، یه ارور هم داشتین که گفته بودن مال API بود. بذارینم میتونیم بیاریمش. API کسی فرستاده ارورشو؟ بله، آها این نیست، خیر. ای بابا، خب انگار ارورش پیدا نمی کنیم. این چیه؟ اوکی، این چیزهایی که مثلا این دوستمون فرستاده اینا اصلا API های ریلوی نیست. همون API که بهتون توضیح دادم واسه. اوکی، بریم سراغ ادامهش. این پنلمون هم ساخته شد. کوشش اینجا باز کردن پنل رو میزنم، پنل میاد بالا. این پسورد رو میزنم. دوباره این پنل کلین آی پی خودش داره. اینجا اد آل رو باید بزنیم فکر کنم، نمیدونم با این پنل کار نکرد. آره میتونید، یا مثلا آی پی اسکنر، اینجا آی پی اسکنر رو میزنید، ریلوی رو میزنید، اینجا آی پی ها رو میاره. آی پی تمیزا اینجا اسکن داره، اسکنتون رو میزنید، آی پی تمیزاتون رو میندازید اینجا و اکانتی که اینجا میسازید مثلا اسمش میذاریم 1 2 3. اینجا آپشن های دیگه هم خب بهتون میده، مثلا میتونید اینا هم ادیت کنید و آی پی تمیزا هم که اینجا میزنید توی حسابتون اضافه میشه. این هم پنل باحال بود، چیزاش آپشناش باحاله، ربات تلگرام مدیریت و این چرت و پرت هم داره. بریم پنل بعدی که سری ویدیو رو عقب نندازیم. لوگ اوت میکنیم، میریم منوی اصلی، پنل بعدی رو میسازیم. یه پنلی که خیلی دوستان دوستش دارن پاسارگاردم بسازیم واسهتون، چون یه ذره فکر کنم گیر داره واسهتون. بله، هم دوباره یه اسم میزنیم. ساختش همینطوریه کلا. پنل پاسارگاردم داره ساخته میشه. ببینید یه دونه پسورد من اینجا واسهتون گذاشتم. یه خیلی گیر خیلی خاصی که داره پاسارگارد، این داستان پسوردشه. حالا پنل ساخته شده الان بهتون یاد میدم. گیر میده، اینو یه توضیح گفتم بدم حتما بهتون. الان پاسارگارد باز شده، حتما میاد اول این دکمه پایین رو میزنید. ببین کلا 10 دقیقه وقت داریم، 5 دقیقه 5 دقیقه کلا وقت دارید تا بسازید. سریع اینو کپی میکنید میاد اینجا میزنید. یوزر نیم رو مثلا من میزنم روت، پسوردم خب اینجا یه پسورد واسم میسازه، همینو میزنم. بالای 5 دقیقه بشه دوباره از اول باید پنل رو بسازید. کرییت اونر ساخته شد، یوزرمون چه شد روت، پسوردمونم که همونی بود که پنل بهمون داد و اینم پنل پاسارگاردتون. دیگه همه پنل ها هستن، آپشن های مختلف دارن. مثلا من پنل قبلیمو دوباره پاک کنم، کجا رفت؟ اینو پاک میکنم که یه پنل جدید بسازم. وای گم شدیم، یه بار استش استارت بزنیم از اول بسازیم. هر استش استارتی که بزنید دوباره این پنل از اول میاد، واسه اینکه مثلا پسوردتون هم گم نکنید میتونید این کارو کنید. ساخت پنل رو میزنم دوباره اوکی. این پنل هم پنل باحالی بود، RVG. این پروکسی تلگرام هم داره برای دوستانی که مثلا کار تبلیغات میکنن یا MT پروتکل دوست دارن، میتونید از این پنل استفاده کنید. روی ریلوی میاد یه همچین کاری میکنه. منتظر مونیم دوباره ساخته شه.
اینم پنل پاسارگارد، خیلی تنظیمات داره. آموزش و این داستاناش توی، حالا دوست داشتید تو کامنت ها بهم بگید که من آموزشش رو کامل واسهتون بذارم توی ویدیوهای بعدی. توی گروه تلگرام هم میتونید بپرسید، دوستان کمک میکنن. حالا هر کدوم از این پنل ها رو باز خواستید حتما بهم بگین تا من ویدیو آموزش کاملش رو بذارم. لایک و کامنت هم یادتون نره و سابسکرایب. خیلی ممنون میشم، چون به هر حال پای تمام این چیزایی که داریم درست میکنیم یه زحمتی کشیده شده و انگیزه ما هم اینه که ببینیم شما دارید استفاده میکنید. استفاده کردن شما انگیزه ساخت کار ما. اوکی، پنل ساخته شد. پنل رو باز میکنم. این رمز پیشورد اینا رو پیش‌فرضش رو کاری نداریم. خود پنل برامون پسورد رو میسازه. ورود رو میزنم. این پنل هم خیلی چیز باحالیه، خیلی خوشم اومد. اگه همچین نوتیف بروز رسانی دیدید اما روش بزنید آپدیت میشه خودش. من آپدیت شد. اوکی، دوباره رمز رو میزنم. اومد. واقعا خیلی پنل شیک و تمیزی دارن، خیلی خوشگله. کارهایی باش من هنوز باش کار نکردم. میخوایم یه دونه کانفیگ بسازیم. میایم توی کانفیگ ها، ساخت کانفیگ جدید رو میزنیم. اینجا برامون میذاره مثلا پروکسی امتی پروتو میخوایم، میزنیم ساخت رو میزنیم. اینجا واسه اون پروکسی امتی پروتو ساخته. میگه بدون تی سی پی پروکسی کار نمیکنه. حالا تی سی پی پروکسی و اینا میتونیم بهش اضافه کنیم، اونم باز هیچ کاری نداره. اینجا میتونید بکاپ بگیرید، مثلا آپدیتاتون رو چک کنید. تنظیمات داره، تنظیماتمون رو چیکار کنیم. رمزتون رو میتونید عوض کنیم. اینم پنل باحالی بود، آپشناش زیاده و ترتمیزه. اینم که کانفیگ اولیه خود پنل. خب خیلی خوشحال شدم از اینکه با ما بودید. من سعی کردم تا جایی که میشه یه توضیح اجمالی راجع به پنل و بات و چیکار باش کنیم اینو بدم. حالا یه توضیح دیگه هم راجع به ربات. دوباره مینوی اصلی رو میزنیم. اینجا مدیریت API داریم که میتونید API اضافه کنید. دعوت دوستان رو داریم. دوستان اگه مثلا تقریبا 10 تا پنل شما میتونید بسازید، بعد با هر یه دعوت هم یه دونه اسلات میشه. اینو من واسهتون میکنم 3 تا، یعنی هر یه نفری که دعوت کنید 3 تا پنل دیگه میتونید بسازید. اینجا یه بخشی هم داریم لیدر بورد. میتونید ببینید مثلا این آقا الان 19 تا پنل ساخته، مثلا آقا پارسا 8 نفر دعوت کرده. اینجا میتونید توی رنکینگ شرکت کنید. درباره توضیحاتی راجع به ما اگه دوست داشتید میتونید روی حمایت مالی بزنین و به ما یه کمکی کنید. لطف بزرگی بهمون کردید. و البته یه نکته دیگه هم بهتون بگم که اصلا دوستانی که حمایت مالی از ما کنن مقدارش اصلا مهم نیست. اصلا تو بگو $1 چه بگو $1000 با خودتون. یا توی یوتیوب واسه ما از این سوپر تانکس و از این چرت و پرتا بزنن، وی آی پی اینو پنل ایزی کلادو میگیرن. وی آی پیش نامحدوده دیگه نیاز به دعوت و اینا نیست. خیلی لطف کردید که ویدیو ما رو دیدین. دوباره میگم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ممنون از اینکه ما بودین. خدا نگهدار.